سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشد و از گزند روزگار در امان باشید و زندگی با کامشین باشد. دوستای عزیز، همون تو خوش و خوشحال و خندان باشید در زندگی خو همیشه. دوستای عزیز، من امروز یک ویدیوگی کوتاه برایش از دستپخت خودم درست کردم که البته قابلی پخته کردم که جایشم خالی، بسیار قابلی خوشمزه است. جایشم خالی دوستای عزیز، دیگه امیدوارم که شما برای خود قابلی پخته کنین. این رقمی خیلی که قابلی خوشمزه است. داره دیگه غذاهای افغانی تمام شمت خوشمزه. دوستای عزیز، اگه ویدیویم خوش مماد سفرم سابسکرایب کن، زنگوله فشار بدین و برای از اینکه ویدیوهای بیشتر برایشیم بسازم و بیشتر ویدیوها برایشیم آپلود کنم. دوستای عزیز، حمایت یا چیم نره. تشکر از همگیشیم.